سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی دوستتون دارم. رسیدیم بالاخره به جلسه 7 و شروع موضوع کانال. یکی از مهمترین که نمیتونیم بگیم، در واقع مهمترین چیزی که باعث میشه شما بتونید بیشترین پول از یوتیوب بگیرید و سرعت رسیدن به درآمدتون داخل یوتیوب 10 برابر بشه، 20 برابر بشه، موضوع کانال هستش. شما باید بتونید بهترین موضوع رو برای کانال خودت انتخاب بکنید. من اول باید موضوع کانالم انتخاب بکنم، مثلا نجاری، مثلا آشپزی، مثلا آموزش زبان انگلیسی، مثلا خانه‌داری برای خانوما، مثلا کیک پزی، مثلا گلدوزی، میدونید، مثلا نقاشی روی بوم. باید انتخاب بکنم. بعد از اینکه انتخاب کردم، حالا بیام کانال یوتیوبم بزنم. پس اولین چیز چی هستش بچه‌ها؟ موضوع کانالمونه. موضوع کانالمون رو انتخاب میکنیم که توی این جلسه و 2-3 جلسه بعدی کامل بهت یاد میدم که چطور بتونی بهترین موضوع کانالت انتخاب بکنی. خب بعد از اینکه موضوع کانالت انتخاب کردی، بعدا میریم چی؟ سراغ بحث این که باید کانال بزنی. درست شد؟ پس اول از همه باید چیکار کنیم؟ موضوع کانال رو مشخص کنیم. حالا من خانم هستم، یه خانم خونه‌دار، یا خانمی هستم که شاغلم، یک آقا هستم که دانشجو یا دانش آموزم، یا یک مردی هستم که بازنشسته هستم، یا یک خانم بازنشسته، یا یک آقایی هستم که کارگرم، مثلا کارگر شریف کارخانه سیمان، کارگر ساختمانی، یا یک کارمند بانکم، یا یه نفر هستم که یک سوپرمارکت دارم. درست شد؟ پس از همه موارد هست. دانش آموزم، دانشجوام، پس از همه قشرها هست. با دقت گوش بده از این جلسه تا جلسات بعدی رو تا بهت بگم که چطور میتونی بهترین موضوع کانالت رو انتخاب بکنی. برای اینکه بتونی بهترین موضوع کانالت انتخاب بکنی، باید 5 تا فاکتور رو مد نظر داشته باشید بچه‌ها. 5 تا فاکتور رو بهتون میگم که شما راحت بتونید موضوع کانال خودت انتخاب بکنی. خب این 5 تا فاکتور رو توی این جلسه و جلسه بعدی بهتون میگم. درست شد؟ پس این 5 تا فاکتور توی 2 جلسه بهتون میگم. اولین چیز چی هستش؟ اولین چیز علاقه هستش. مثلا من به فوتبال علاقه دارم. یه دانشجو، یه دانش آموزی هستم که هیچ تخصصی هم ندارم. مثلا یک جوان 16-17 ساله به فوتبال خیلی علاقه دارم. میتونم بازی فوتبال رو دانلود کنم، روشون صداگذاری بکنم، گزارشگری بکنم، یه گوشم تصویر خودم بذارم، در واقع گزارشگری بکنم، بذارم داخل کانال خودم. خیلی راحت. درست شد؟ یا مثلا من بازم در واقع به ورزش خیلی علاقه دارم. میتونم برم از در واقع جایی که فوتبال دارم بازی میکنم، والیبال دارم بازی میکنم، یا حرکات دیگه، برم با گوشی خودم فیلم برداری بکنم، روشم صدا میتونم بذارم داخل کجا؟ خدمت شما هستم که داخل کانالم میتونم بذارم. خب یا اینکه مواقع مثلا من خدمت شما هستم که دانشجوی زبان انگلیسی ام، به زبان انگلیسی هم خیلی علاقه دارم. درست شد؟ میتونم همون چیزایی که بلدم و دارم یاد میگیرم رو به دیگرانم یاد بدم. میشه چی؟ پس علاقه. درست شد؟ پس اولین چیز علاقه است. شما اون چیزی که مثلا یه خانومی هستش به آشپزی خیلی علاقه داره، مثلا تو پیج اینستاگرام یا یوتیوب میگرده، غذاهای جدید رو پیدا میکنه، با همسرش در میون میذاره، جفتش دوست داشتن و بچه‌شون درست میکنه. خب وقتی که شما یه خانم خونه‌دار هستی، به آشپزی خیلی علاقه داری، هر روز هم داری این کارو میکنی، یعنی در ماه داری هم برای نهار هم برای شام داری غذا درست میکنی، یعنی 30 روز 30 تا 2 تا 60 بار داری غذا درست میکنی. توی این 60 بار حالا مثلا چند بارش مشترک میشه؟ حداقل 30 بارش غذاهای چی هستش؟ متنوع هست. یه بار قرمه سبزی، یه بار پیتزا درست میکنی، یه بار مرغ درست میکنی، یه بار مثلا فرض بفرمایید که در واقع کوبیده درست میکنید، یه بار مثلا فسنجون درست میکنید، هر چیزی ممکنه درست بکنید. درست شد؟ یا صبح مثلا میتونید تخم مرغ درست بکنید. خب وقتی این کارو داری همیشه انجام میدی و بهش علاقه داری، میتونی این کارو بکنی. حالا یه موقع یه خانومی هست شاغله، غذاهاشو کلا داره از بیرون میگیره، اصلا به آشپزی هم علاقه ای نداره. بهتون میگم که تو چه حوزه‌ای میتونی در واقع کانال بزنی. پس اولین مورد علاقه هستش. ببین به چه چیزایی علاقه داری. پس همین الان بعد از اینکه این جلسه تموم شد، یه کاغذ بردار، داخل اون دفترچه‌ای که بهتون گفتم به چیزهایی که علاقه داری بنویس. موضوعشو مشخص، مثلا 5 مورد 10 مورد که علاقه داری. بعد همینجوری که جلسه بعدی میبینی یکی یکی خط میزنی، آخر سر میرسی به یه مورد. حالا نکته مهم، شما میگید که محمد
من به 2 تا مورد علاقه دارم، چیکار کنم؟ اونی که بیشتر بهش علاقه داری و این فاکتورایی که بهتون میگم داخلش هست اون اول انتخاب بکن. بهتون یاد میدم کانالتون میزنید اون به درآمد میرسه. کانال اولت که به درآمد رسید علاقه دومت بیا کانال دومو بزن. متوجه شدین بچه‌ها؟ این از این. مثلا من یه فردی هستم که نجارم، به کار نجاریم خیلی علاقه دارم، صبح تا شب دارم کار نجاری انجام میدم. خب کانال اولمو نجاری میزنم. وقتی کانال اولم مثلا بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه که به درآمد رسید خیالم راحت شد دیگه داره کار خودش میکنه، میام کانال دومو میزنم. متوجه شدی؟ شما هیچ محدودیتی برای تعداد کانالتون ندارید، میتونید 100 تا کانال داشته باشی. ما افرادی داریم توی ایران و دنیا که طرف مثلا 50 تا کانال داره و کارمند استخدام کرده، داره ویدیو میگیرن براش و داره خودش چیکار میکنه؟ بارگذاری میکنه. درست شد؟ این از این. مورد دوم چیه؟ محل سکونته. مثلا شما خونتون کجاست؟ کرمانشاهه، دیگه نمیتونی کانال دریا و جنگل بزنی چون کرمانشاه دریا و جنگل نداره. ولی من خونم مثلا مازندرانه به عنوان مثال، خب هم به دریا نزدیکم هم به جنگل، میتونم چیکار کنم؟ میتونم یه کانال دریا بزنم، از دریا و زیباییاش ویدیو بگیرم یا صدا بزنم روش یا با تصویر خودم یا بدون تصویر خودم بذارم داخل کانالم. میتونم یه کانال بعدا در مورد جنگل بزنم. ولی یه نفر هست توی چهارمحال بختیاری زندگی میکنه، محل سکونت اینجا مهمه. توی چهارمحال بختیاری زندگی میکنه، میتونه بره دنبال ایل بختیاری. ایل بختیاری اونجا قشلاق و یلاق میکنن، از در واقع کوش کردنشون، زندگیشون، چادر زدنشون، از شیر دوشیدنشون، از درست کردن کشک و قرقروت و غیره میتونی ویدیو بگیری. همین الان برید در واقع عشایر رو داخل یوتیوب بزنید، کانال هایی هستن که هر ویدیوشون 1 میلیون بازدید میخوره و ماهیانه بالای 1 میلیارد تومان درآمد دارن. برید حتما ببینید خواهشان تا باورتون بشه که این درآمدها وجود داره. پس محل سکونتتون خیلی تاثیر داره که در واقع موضوع کانالتون چی باشه. یه موقع من یک موضوع انتخاب میکنم که دور و برم اون در واقع شرایطش نیست بخوام ویدیو بگیرم، پس اذیت میشی. متوجه شدین؟ این از این موضوع بچه‌ها. خب مورد سوم و چهارم و پنجم هم توی جلسه بعدی بهتون میگم. فقط نکته مهمی که خیلیاتون در مورد دوره جامع یوتیوب پرسیده بودین، دوره جامع یوتیوب رو هر کسی که این دوره مقدماتی رو کامل ببینه فقط به 20 نفر از افراد میتونه بدیم. 20 نفر اولی که این دوره مقدماتی رو تا انتها ببینه و چشم از کانال بر نداره تا در ادامه بهتون بگم که چطور میتونید جز 20 نفر اول بشین و دوره جامع یوتیوب رو از ما بگیرین. با همین دوره جامع یوتیوب هزاران نفر در داخل و خارج از کشور با کمک ما به درآمد در واقع میلیونی از یوتیوب رسیدن. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ جلسه بعدی.